بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. ما کجاییم؟ کربلا، جایی که دل همه آدم‌ها و همه آزاده‌های دنیا براش میتپه. کوچه های اطراف حرم مطهر امام حسین هستیم و جمعیت هم میاد و میره. اگر که این جمعیت رو میبینید گاهی اوقات صدای میاد، به خاطر اینکه ما اطراف حرم هستیم و اینجا مواکب در حال فعالیت هستن. ساعت هم حدود 12:30 شب به وقت عراقه. شما بیننده توبگو هستید. بریم که گفتگومون رو آغاز بکنیم. امیدوارم که بپسندید. خودتون رو معرفی بفرمایید. اسمتون، از کجا تشریف آوردین؟ من زائر امام حسین هستم. علی حلبوس از شهر سماوه. شغل شما چیه؟ در طول سال به چه کاری مشغولین؟ من معلم بازنشسته هستم. زنده باشین انشالله. آرزوی سلامتی دارم برای شما. خدا به شما خیر ده. شما اینجا موکب دارید، پذیرایی میکنید؟ همانا خداوند بزرگ مرتبه همه چیز را مسخر و تحت فرمان امام حسین قرار داد. و ما اینجا فقط به مدت کمی میاییم و خدمت میکنیم بر سفره پرکرم و بخشنده‌ای که در سراسر جهان مشهور است. گفته می شود که حاتم طایی در جود و بخشش زبان زد است، اما جود و بخشش حاتم طایی در کرم و بخشش حسینی گم شد. اما ما در شرایطی الان داریم با هم گفتگو میکنیم که ایران یک جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشت. نعم. و صواریخ و موشک‌های ایران از روی آسمان عراق رد شد و آرزوی دیرینه مردم مظلوم جهان رو برآورده کرد. نظر شما در این رابطه چیه؟ من همکنون در عزاداری و سوگواری به سر میبرم، اما مرا وادار میکنی که خوشحال بشوم، چرا که من در این هنگام به یاد آوردم لحظات و ایام پیروزی رو. پیروزی بزرگ. قسم به خداوند من اغراق نمی کنم، ولی میخواهم برای شما تصویر زنده و واقعی از هر عراقی به شما نشان بدهم. مخصوصاً نمیخواهم به سراغ برچسب‌های طایفه‌ای برویم، اما به عنوان یک شیعه این را میگوییم که ما پیروز شدیم. نمیگوییم فقط ایران پیروز شد، بلکه خواهیم گفت که کل شیعه پیروز شد. ما نمیخواهیم دستاوردها و قهرمانی‌های ایران را انکار کنیم، بلکه میگوییم که ایران یعنی ما و ما یعنی ایران. برای همین میگوییم مذهب شیعی. چه عاملی این دو ملت رو کنار همدیگه جمع میکنه؟ هر دوی ما یعنی ایران و عراق یک هدف داریم و در یک مسیر با هم در حرکت هستیم. اگر هم مذهب شیعه ما را به هم ربط ندهد، قطعا دین اسلام رمز وحدت ماست. پس ای ملت ایران، بدانید که ما و شما یکی هستیم تا زمانی که هر دویمان میگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله به صورت عمومی و به نحو خاص هر دوی ما اضافه میکنیم علی ولی الله. بسیار بسیار از شما ممنونم، متشکر و بسیار لذت بخش بود گفتگوی با شما. ممنون از حضورتون. من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه ما فرصتی دادید تا بتوانیم چند کلامی در مورد سوگواری ابا عبدالله و پیروزی شگفت‌انگیز ایران در جنگ 12 روزه صحبت کنیم. زنده باشید. خیلی ممنون. خدا به توفیقات شما اضافه بکنه. کیف میکنیم هر چقدر که از سربلندی کشورمون بگیم و بشنویم. تو بگو تا جهان بشنوه. خدا نگهدار.